کافر همه را به کیش خود پندارد. من ناچار شدم چند مورد مذاکرات خودم رو با برترین مقامات اروپایی رو در کتاب هسته‌ایم عیناً بیارم، با اینکه عرفش این نبود. این کار رو من کردم تا بخوانند و ببینند ترسوها. یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن.